سلام به همه رفقا، امیدوارم خوب باشید. بریم به سراغ یه روز جدید، جمعه آخر هفته. خبر به خصوص نیست جز که 2 خبری که الان اومد در مورد اخطار حمله موشکی که امارات گفته و اکثر مسائل تو تنگ هرمز. اینجا بازار خودش رو رسون. یه اوردر بلاک اینجا توی دقیقه دارم نکشیدم. روند در دیلی کاملا نزولی بوده. چند ثانیه دیگه بازار باز میشه. کندل دیلی و ببینیم چیکار میکنه، چطور بسته میشه. 40 ثانیه دیگه بازار. یکم من اینجا کندلان با هم نمیخونه. اینجا من این کندل رو ندارم با من اوردر بلاک توی بروکر نینجام اینو دارم، برای همین اینو کشیدم، ولی فعلا به همین واکنش نشون داد. خیلی خوشگله تمیز و اینجا هم جای مهمیه. اوردر بلاک در 15 دقیقه است. این فیر ولی گپ هم که اینجا میبینیم، ببینیم که بازار از پسش برمیاد یا نه. 9 ثانیه دیگه تا باز شدن بازار استک. فعلا که خیلی قدرتمند و عالی. ببینم چیکار میکنه. خب باز شد بازار. ببینیم که روندشو برمیگرده. فعلا که خالی کرده. ببینم این کندل نوسی چطور بسته میشه. اینو بازی در بیاد. واکنشش بگیر چه خالی کرد. صبر میکنم این کندل بسته بشه، تکلیفش مشخص بشه. اطلاعات واضح‌تری قرار بازار به ریزش خودش داد. 20 ثانیه دیگه بسته میشه. نه سل نمیدونم. داشتم این گلفش میکرد، بعدی خالی میکرد، سلر میبودم. الان نه. کم مشکوک بودم برکرد. میتونه واکنشی به این آی فیر ولی گپ باشه که اینجا نزولیشو داریم، اینجا صعودیشه. اینجا نکشیدم بیاد بالای این یک واکنشی به این اوردر بلاک هم نشون داده. من بای میزنم، ولی فعلا با این سیگنال سلر نیستم. خب من بای زدم، من بالای این ببینم چیکار میکنه بازار. بیارمش کم، نذاش بیارمش پایین تر. به نظرم جا داره نظر کرد. این خالی کرد و برگشت. واکنش نشون داد به این فیر ولی گپ. من سل زدم. به نظر اومد که روند داره یه بازی میکنه و سلر شدم. میتونه به ریزش خودش ادامه بده در مسیر روند دیلی. ببینم کار میکنه. به 1 به 3 معامله اولم ضرر شد. این معامله 1 به 3 بسته شد. این محدوده ها جاهای مهمی هن. یه دونه فیر ولی گپ اینجا دارم. جای فیر ولی گپ شده. بریکر 15 یه فیر ولی گپ صعودی دقیقه‌ای دارم. به همین دلیل اینجا جایی نیست که من همچنان بخوام به نگه داشتنش ادامه بدم. اما خیلی خوشگل بازار کله شد. خیلی خوش. بذاریم این اوردر بلاک هم اگر که من اونی که داره بروکر توی تریدینگ ویو بهم نشون میده بکشم، این تمیزتر بوده اطلاعاتش. این اطلاعات اشتباه. اوکیه. صبر میکنم ببینم چه در ادامه بود. رسید به این بریکری که اینجا دارم توی دقیقه‌ای. ببینیم 15 اون چه شکلیه. بذارید اصلا اون اینو بذارم همزمان ببینیم هر جفتشون. بذارید این آی فیر ولی گپ رو پاک کنم. کلا توی محدوده یه فیر ولی گپ سعودی هستیم. اما نظر نقدینگی بازار روز رو که شروع کرده بود
کف آسیا، کف لندن و کف روز قبل رو بلعیده بود. یعنی حالا درسته که کندل دیلی کاملا ریزشی، ولی من به حساب نقدینگی این دیدگاه رو هم داشتم. برای همین این فیر ولی گپ با این بزرگی رو کشیدم، به واسطه اینکه فکر میکنم که فیر ولی گپ مهمی باشه و میتونه بازار این همه نقدینگی رو که برداشتم، این همه نقدینگی رو که اومده بلعیده شروع کنه به توضیح کردن. چه واکنش داد بازار به این بریک؟ عالی. من اینجوری وای نمیزنم، ولی مشکله که ببینیم داره با چیکار می‌کنه. خیلی زیبا. ببینیم رفت نقدینگی ببله، اینجا جای مهمی برای من. که الان من تمرکزمو میذارم رو این بای ساید و این سل ساید که ببینم اینجا بازار چه واکنش نشون میده. آیا میاد اینجا رو میبله به مسیر صعودی خودش ادامه بده، یا اومد این نقدینگی رو که اینجا کاشته رو آنت بکنه و دوباره برگرده تو روند روزانه. ببینیم چه اتفاقی میفته. و چقدر خوب شد اینجا استاپمو دست نبردم. بعد از مدت‌ها میخواستم به استاپم دست بزنم. خیلی مطمئن بودم صعود میشه. اصلا این کارو نکنیم. اصلا آقای احسان این کار رو نکنی. یک عادتی رو که یک زمانی در طول معامله‌گری شکل گرفته و مدت‌ها تلاش کردید و خودت رو ازش خلاص کرد. من واقعا مدت‌ها تلاش کردم تا خودم از شر این عادت مخرب خلاص بکنم که استاپ جابجا بکنم. امروز داشتم یه انگولکی میکردم. این کار رو نکنید. به خاطر اینکه حدی که من از نظر ریالی و درصدی برای استاپم در نظر گرفتم واقعا چیزی نیست که بخوام که اینجوری دست ببرم بشینم. ولی نقدینگی توش نداره. کل این حرکت تو دل اینجاست. این توش ندارم. میتونه بازار بیفته بعد از این بلعیدن این نقدینگی ها واکنش به این فیر ولی گپ نزولی و اوردر بلاک 15 دقیقه و بعد بلعیدن این مسیر نقدینگی قبل از ساعت 8:30 واکنش به این بریکر یه دقیقه‌ای بازار بیفته توی یک اکیومیولیت. برای همین اینجا من نبایرم نسله. داشتم در مورد استاپ هم اینا میگفتم. من تمام این هفته رو از دوشنبه تا به امروز که با شما صحبت میکنم روزام سبز بوده، ولی همه این معاملاتی که از اون روز انجام دادم که پی پی هم 1/3 هن و استاپ هم 1/1 2% شده سودم. کم نیست 2%. یعنی من در یک حساب $50,000 $1,000 در آوردم در این هفته و این باعث میشه که با نظر روانی پذیرفتن ضرر برامون آسان تر باشه، چون مقابله با ضرر یعنی روبرو شدن با یک تضاد انسانی که توی حافظه تاریخی وجود داره و کار آسونی نیست. برای همین باید معامله برای ما قابل تحمل باشه. یعنی سودمون باید مبلغی باشه که هی من همین اینا رو سپری کردم تو دوره‌های 8 ساله ما که هی دستم میلرزیده که معامله‌ام یه کوچولو میومده تو سود میبستم، یا اینکه ضررام رو به محض اینکه اگر ضرری اتفاق میافتاده این احساس در من به وجود میومده که جبرانش بکنم، نپذیرم ضرر رو، عصبانی بشم و اوورترید بکنم و داستان. راه حل مهم و بزرگش برای من خیلی با گنده کردن مسئله روانشناسی خیلی موافق نیستم. این به نظرم که یکی از بهترین کمک هایی که یک معامله‌گر میتونه با خودش بکنه اینه که لاتی رو یا کانترکت رو انتخاب بکنه برای معاملاتش که باهاش راحت باشه، یعنی بتونه رو صندلیش بشینه. اگر ضرر کرد هنوز و تشخیصش هم خیلی ساده است. آیا من هنوز آرامش خودم رو حفظ کردم یا نه؟ یعنی خیلی خطکش ساده داره. اگر که من سود میکنم بیش از اندازه خوشحال میشم، ضرر میکنم بیش از اندازه عصبانی میشم، یعنی من با اون عددی که داره اتفاق میفته راحت نیستم. به همین سادگی. 15 خیلی خوشگل.
به نظر میاد که قرار بازار همچنان ریزشی باشه ولی پلنی ندارم تا تکلیف اینجا مشخص بشه. یه سل ساید خوب 15 دقیقه است و یه فیرولی گپ خوشگلی این دیگه. من همه اینا رو تو در تو نمیکشم. همین فیرولی گپه به نظرم مستنده، چون بهش خیلی ریبالنس شده. اهمیت فیرولی گپ ها رو میتونیم از تعداد ریبالنسی که بازار ازش شده تشخیص بدیم. یک بار، دوبار ریبالنس های قدرتمند. ببینیم چی ساخته. 1 2 3 4 5 همه تو دل اینن. 6 7 8 همه تو دل همین ریبالنس، همین فیرولی گپ سود. پس این فیرولی گپ این حفظش میکنم و ببینم بازار با این دوتا نقطه ای که الان نقاط مهم من هستن تو ذهنم که بعدش تصمیم بگیرم که کدوم سمت بازار وای میستم، ببینم بازار بره اینجا واکنش نشون بده، ببینیم چه اتفاقی. یه نکته رو هم من بگم، بالاخره انسانیم دیگه، همه روزمون شبیه هم نیست. امروز من به طور کلی تمرکز کافی رو ندارم، برای همین خیلی احتیاط میکنم در ترید و کاملا هم در اون حرکتی که نه نظر تکنیکی معامله من غلط نبوده، دست بردنم به استاپ لاس هم برخواسته از اینه که من امروز بوک نیستم، وگرنه از نظر تکنیکی چون برای ساعت 100% که یک استراتژی جوابگو نیست، اما از نظر روانی امروز من اون آمادگی رو ندارم. بذار این فیرولی گپ بکشم. فیرولی گپ خیلی فیرولی گپ خوشگل. از اینجا شروع، اینجا واکنش نشون، اینجا با 50%، اینجا الان و تکلیف اینا رو مشخص بکنه. تکلیف اینا رو مشخص بکنه حتما به این معنا نیست که قطعا صعود کرد. تو 15 خیلی خوشگله ولی بسنده نمیکنه، میتونه بره این رو ببلعه و برگرد. بعد صبر بکنیم. من نگاهم اینه کندر با قدرت، با بدنه قوی بره اینجا رو ببله، بیاد این فیرولی گپ خودش رو ریتست بکنه و ریجکت بشه از اینجا اگر قراره که ادامه داشته باشه. فعلا که همچنان درگیر میشه. ببینیم چه اتفاقی. بازار همچنان ریجکت شد از اینجا، کاملا یک پیت. یه بای ساید که الان بلعید، یه سل سایدی که اینجا کاشته، یه سل سایدی که اینجا داره با قدرت داره میاد. همچنان تو این محدوده ها جای ما همچنان گیره بازاری برمی نزدیک این فیرولی گپ یه اوردر بلاک 15 دارم، نزدیک این فیرولی گپ یه اوردر بلاک 15. این خودش این دو تا منطقه رو به اندازه کافی معتبر میکنه. کاملا گیره بازاری. این اوردر بلاک 15 هم خیلی خوشگله ها، خیلی خوش. در واقع اینجاست. عالیه. ببینیم این بار میره از پس این اوردر بلاک به این فیرولی گپ برمیاد بازار یا نه. فعلا که همین دوتا اوردر بلاک در 15 دقیقه و این دوتا فیرولی گپ در 1 دقیقه‌ای دارن محدوده که میولیت بازار و الگوریتم رو میسازن. ببینیم چه می. خب 53 دقیقه از بازار باز شدنش گذشته. از 9 و 34 دقیقه بازار افتاده اینجا. البته از همون اولش به این فیرولی گپ واکنش نشون داده. ما همچنان تو همین بحث داره بازی. خب ببینیم از پس اینجا برمیاد بالاخره بازار یا نه. بازم یه واکنشی به این بریکر 15 دقیقه. ببینیم که بازار روندش بالاخره یه جونی گرفت یا نه. خیلی هم داره خالی، ولی هنوز این حرکت قابل اعتماد نیست. به فیرولی گپ استاندارد من اینه، اما میتونه بازار این رو در نظر گرفته باشه، ولی من حتما کندلی که بریک اپ استراکچر رو انجام میدم. بچه‌هایی که این رو اوردر بلاک میگیرن از نظر تکنیک کار درستی انجام بلاک. ولی خب من
یه تعریف دیگه دارم من اوردر بلاک هایی که میشن. ببینیم چه میشه. اینجا من هیچ چیزی برای بای زدن ندارم بچه. اینجا من اگر بازار به اینجا واکنش نشون میداد برای بای زدن برنامه داشتم. چیزی ندارم تا این فیر ولی گپ نزولی 15 دقیقه. ببینم بازار، چون حسن این ریبالنس این فیر ولی گپ نزولی اینه که سقف لندن هم هست، جای جذابی باشه که بازار رو بکشونه. در حال حاضر چشمم به اینجاست، به این فیر ولی گپ نزولی و این دوتا نقدینگی که به واسطه دوتا ریبالنس قبلی شکل گرفتن. این خودش یه استراتژیه دیگه برای بازار سل شدن. تورتل سوپ یعنی بیاد اینجا اینا رو ببلعه. تورتل سوپ یک نوع جدا سوینگه دیگه، میتونه اومده باشه اینا رو ببله برگرده به روند اصلی بازار به ریزشی. خب بازار خیلی با قدرت حرکت کرد، یه واکنشی به این فیر ولی گپ نزولی نشون داده، یعنی این فیر ولی گپ در اینجا شد یه آی فیر ولی گپ. لازم نیست واقعا همه این فیر ولی گپ ها رو بکشیم، اما برای اینکه بدونیم که روشی که داریم در بازار تماشا میکنیم داره در بازار اتفاق میفته، برای اطمینان خاطرمون به استراتژی که کار میکنیم خوبه که ببینیم بازار اینا رو میبینه، بهشون اهمیت میده و حرکت میده. من فیر ولی گپی که اوردر بلاک معتبری رو کنار خودش نداشته باشه رو ترید نمیکنم، اما اگر کسی اینجا ترید میکنه کاملا نظر تکنیکی درسته، چون ما در وقتی که توی یک محدوده پریمیم دیسکانتی قرار داره بازار، یعنی اینکه به عنوان مثلا یه نفر میخواد به بای بزنه، ترجیحش اینه که اتفاقاتی که میخواد اینجا بیفته. اون اتفاقات یکیش فیر ولی گپ، اوردر بلاک، اون اتفاق پروسه دیسپلیسمنت لگ، بریک اپ استراکچر، محصولش فیر ولی گپ میشه، اوردر بلاک اتفاق میفته. همه این داستانا میتونن پارامترهایی باشن برای نقطه ورودمون و یا که وقتی نقض میشن، من اگر فقط یک فیر ولی گپ نقض بشه و اوردر بلاک هم هنوز معتبر باشه، باورم بر این نیست که الان دیگه اون روند تغییر کرده. اینا انتخابی هم. من خودم شروع این استراتژی رو با فیر ولی گپ شروع کردم و در بک تستام آی فیر ولی گپ رو دیدم، مدل‌های مختلف آی فیر ولی گپ رو، و بعداً در آی فیر ولی گپ ها با واسطه نقطه ورودهایی که حرکت‌های قوی‌تری داشتن و من تشخیصش نمیدادم، خیلی وقتا استاپ هم می‌خورد و حرکت می‌کرد، اوردر بلاک‌های معتبر رو پیدا کردم، چون تعریف تئوریش رو که مایکل در اختیارمون قرار میده، اما بک تستش رو باید خودمون درک بکنیم. در غیر این صورت در بازار خصوصا در تایم فریم مثل 1 دقیقه‌ای فرصت ذهنیش رو برای پیدا کردنش نداریم. فعلا من اینجا هیچ پلنی ندارم تا بره اینجا رو ببلعه و بعد اون وقت تماشا میکنم در 1 دقیقه‌ای که ببینم که آیا بازار رفت که ببلعه و برگرده یا رفت یه نقدینگی دیگه ای رو بلعید تا با قدرت بیشتری در همین مسیری که داره دیستریبیوت میکنه در همین مسیر روندش رو ادامه. سناریویی که من دارم بهش فکر میکنم اینه که بازار بیاد واکنش نشون بده به 15، به 1 واکنش بده، من سلر خواهم بود با پترنی که میخوام، سوینگ بده یا اینگولف. این نگاه من برای سل زدن. خب من اینجا پلنی ندارم، دونه بازار یه واکنش بده به این محدوده، پتانسیلشو داره که بریزه، چون نقدینگی خوبی رو بلعیده، یعنی میتونه تا یه جاهایی بیاد اینو به عنوان یه فیر ولی گپ بگیره بازار، یا بیاد اینجا رو ریبالانس کنه. این پتانسیل درش هست، اما پلن من همینه، یعنی که باید که
فیر ولی گپ من اوردر بلاک من رو هم تایید بکنه، در غیر صورت وارد نمیشم توی ترید. میتونه بازار بریزه و روز من اینجا تمام بشه. اگر شروع کنه بریزش، نقطه بعدی که بهش نگاه میکنم اینجاست. دیگه اوردر بلاک یه دقیقه‌ای هم پایین ترش داره. اونجا دوباره محدوده برای من. این میتونه مثل فیر ولی گپ اینورت بشه و بازار بیاد از اینا استفاده بکنه برای که برگرده. اوردر بلاک هم این قابلیت رو داره. یا اینکه بیاد تاییدش بکنه و دوباره همین پروسه‌ای که اینجا اتفاق افتاده اونجا دوباره تکرار بشه. من اینجا سلر خواهم. در غیر صورت نیستم. بازار با قدرت اومد اینجا واکنششون. ببینیم میاد پلنی که من دارم رو پیاده میکنه یا نه. من امروز تا 10:30 یعنی تا 10 دقیقه دیگه بیشتر نمیشینم. خب من دیگه بلند میشم نتیجه امروز رو که چه اتفاقی اینجاها توی این محدوده افتاد رو توی کانال تلگرام خواهم گذاشت. یه مصاحبه میدیدم از نوواک جوکوویچ، تنیسور معروف، که در مورد دوره‌ای که به دوتا حریف مشخص دائم میباخت صحبت میکرد و میگفت که از کوبی برایانت بسکتبالیست معروف آمریکا ازش در این خصوص سوال پرسیدم. یه گفت که بازیایی رو که باختی رو بارها و بارها تحلیل کن و حالا لازم هم نیست که همه مسابقه رو ببین. اون بخشایی رو که اشتباه کردی نگاه کن. خودتو مجبور کن که دوباره همون حس ناخوشایند و فشار اون اشتباهات رو تجربه کنی، چون فقط اینجوری میتونی ازشون درس بگیری، تکرارشون. امروز من در مورد استاپلاس یه اشتباه کشنده ای رو کردم. کشنده نه برای ترید همین روز من، چون استاپلاس و اون مدیریت کانترکت و این داستانا خب منو نجات داده. بذارید من حالا مال امروز هم هنوز نیومده، ولی 22ام 23ام 24م و 25م. حالا امروز هم که 26م که بعد از 6 بعد از ظهر میاد و عد میشه به این ماجرا. و ناگفته نمونه که من دارم با میخوام بگم که دغدغه سرمایه و این عددا رو نداشته باشه. چیزی رو انتخاب بکنید که باش راحتید. واقعا وقتی که من یک معامله 1/3 $300 قراره بشه، خب ضررش هم برام $100 میشه. توی حساب $50,000 $100 چیزی نیستی. 1% $500. و اما حسنش اینه که شما میتونید که تو بعضی از این کاندیدا بعد از این پراپا 20 تا اکانت رو همزمان کپی تریت بکنید. یعنی میتونید 300 رو 190 رو 179 رو 226 رو ضرب در 20 تا بکنید. عدد بعدی در نمیاد. 6000 خورده‌ای داره عدد میشه. و بر همین در مورد مسئله استاپ لاس و این داستانا از این منظر میگم این اشتباهات برای معامله‌گران خیلی بدن، به خاطر اینه که فشار روانی حاصل از اشتباهات اینطوری پروسه یادگیری متوقف. یعنی اگر داریم پشت چارت میشینیم و وقتی ترید میکنیم احساس خوبی نداریم، یا به اندازه کافی استراتژیمون رو تسلط نداریم، یا اینکه استاپ لاس ما در جای مناسبی گذاشته نمیشه، یا اینکه داریم لات یا کانترکتی رو بهش میبندیم که توان هضمش رو نداریم و همین رو برای ما مسموم. آخر هفته خیلی خوبی رو براتون در کنار عزیزانتون آرزو میکنم. نتیجه این اتفاق رو در کانال تلگرام میذارم و امیدوارم تجربه امروز من به مسیر معامله‌گری شما کمک کرده باشه. سلامت باشید.